این روزا در مورد چشم سوم انقدر مطالب مختلفی آکنده با خرافات و توهم توی فضای مجازی زیاد شده که مردم رو از چاله توهم و خرافاتی با تم مذهبی درآورده و توی چاله عمیق‌تری با تم و رنگ و بوی عرفان انداخته. توی این ویدیو قرار یک نگاه عمیق‌تر و منطقی به موضوع چشم سوم داشته باشیم. پس با من همراه باش. سلام، به چنل بزنگاه خوش اومدی. توی این چنل مسائل عرفانی رو با یک دیدگاه منطقی بررسی میکنیم و سعی میکنیم از توهم به سمت واقعیت حرکت کنیم. پس اگه تو هم به این دیدگاه علاقه داری خوشحال میشم اگه همین الان دکمه سابسکرایب رو بزنی تا توی این مسیر با هم دیگه همراه باشیم. چشم سوم یا همون چشم درون چیه؟ خب دیگه تقریبا همه ما در مورد آجنا و غده پینئال و چاکرای ششم و اینا شنیدیم و میدونیم، ولی امروز قرار نیست که از این جنبه بررسی بکنیم و قرار یک دیدگاه تازه‌ای داشته باشیم. همه مایی که توی ایران و توی این فرهنگ و جامعه بزرگ شدیم تقریبا توی ماتریکس یکسان و توی یک توهم یکسان در مورد چشم سوم گیر افتادیم. اطلاعاتی که از کودکی به ما دادن چی بود؟ میگفتن که کسایی که چشمشون بازشه میتونن صورت واقعی آدم‌ها رو ببینن، آدم‌ها رو ببخشید خر و گاو و اسب و الاغ ببینن، گرگ ببینن. مثالایی هم میزدن، میگفتن علامه فلانی رفته وایساده نمیدونم کنار خونه کعبه دستشو اینجوری کرده، اینجوری نگاه کرده و مردم رو صورتاشون رو به شکل حیوانات مختلف دیده. یه لحظه صبر کن ببینم، این که شد همون تعریف چشم بیرونی و چیزیه که ما باهاش قراره بیرون رو ببینیم. پس چرا اسم دیگهش چشم درونه؟ مگه قرار نیست ما با این چشم درون خودمون رو ببینیم؟ خب پس تا همینجا یک اصلاح تفکر داشته باشیم و بدونیم که چشم سوم کارکرد اصلیش دیدن بیرون نیست، دیدن درون خودمونه. دیدن انرژی دیگران و دیدن حالات دیگران یک پاداش اضافیه که در واقع در کنار اون به ما میدن. مثل این میمونه که شما میخوای بری یه ماشین بخری، یه نمایشگاهی گفته اگه از ما ماشین خرید بکنی من در کنار اون خرید شما مثلا یه بسته گز هم به شما میدم. شما برای خریدن اون گز به اون نمایشگاه ماشین نمیری، شما میری ماشین بخری، اون گز هم همینجوری به عنوان هدیه بهت میدن. این هم همین شکلیه. شما برای اینکه در واقع انرژی دیگران رو ببینی چشم سومتو باز نمی‌کنی، شما میری چشم سوم رو باز میکنی که درون خودت رو ببینی. این که میتونیم انرژی دیگران رو ببینیم یه هدیه اضافیه که در کنار این کاری که ما انجام دادیم یه پاداش اضافیه که بهمون میدن. بذار یه مثال از تجربیات شخصی خودم برات بزنم تا بهتر برات جا بیفته. خاطرم هست چندین سال پیش که من هنوز کار خودشناسی رو شروع نکرده بودم، تقریبا همیشه خدا من یه صورت عبوس و اخمو داشتم و فکم هم همیشه گره خورده بود. فکر میکردم با کلاسه و ماتریکس به من گفته بود که این شکلی جذابتری. به خاطر همین منم اکثر مواقع صورتم این شکلی بود. ولی بعد که کم کم کار خودشناسی رو شروع کردم ریشه تک تک رفتارامو بررسی کردم، به این رفتارم که رسیدم فهمیدم که این اخمهای تو هم رفته و گره کرده و این فک که همیشه منقبض علتش جذابیت نیست. توی طبقه عواطف من برمیگرده به غرور بیش از حدی که داشتم، به مغرور بودنم برمیگشت، به خشم درونی که داشتم برمیگشت، به حسادت من برمیگشت. یعنی رفتم ریشه یابی کردم، یک حرکت صورت خودم رو ریشه یابی کردم و دیدم که چه عواملی باعث میشه که من این حرکت صورت رو انجام بدم. خب حالا طبیعیه که من وقتی یکی رو بیرون از خودم میبینم، یه نفر تو خیابون، توی باشگاه، توی محل کار، توی دوستان، توی مهمونی، هر جایی که میبینم و میبینم یه همچین حالت چهره‌ای داره، همیشه اخماش تو همه، سعی میکنه زیاد صحبت نکنه، قیافه میگیره، فکر میکنه این شکلی جذابتره. خب سریع رجوع میکنم به درون خودم و اون علت‌ها رو میکشم بیرون و میگم که خب اونم همین شکلی مثل منه دیگه، منم چند سال پیش همین جوری بودم، پس اونم الان خشمگینه، الان خیلی مغروره، الان داره به چند تا چیز مورد دیگه هم اینجا حسادت میکنه و به خاطر همینه که حالت صورتش این شکلی شده. احتمالاً هم توی ماتریکس گیر کرده و فکر میکنه که اینجوری قیافه بگیره جذابتره. این میشه یه مثال خیلی ساده و دم دستی از چشم سوم. چشم سوم دقیقاً همینه. دنبال یه چیز توهمی نگردید. فکر نکنید که مثلا ما الان یکی رو میبینیم که عبوسه، این قیافش مثلا شبیه گرگ میبینیمش. نه، دقیقاً ما غرایز پشت رفتارهاشو میبینیم.
وقتی که شما غرایز پشت رفتارهای خودتو ببینی، تشخیص غرایز پشت رفتارهای دیگران هم برات خیلی ساده است. خب حالا این چشم سوم رو چجوری فعالش کنیم؟ الان بهت میگم، منتها قبلش ازت میخوام که این دکمه های پایین رو بزنی، لایک کنی این ویدیو رو، اگه نظری داری برام کامنت کنی و اگه دوستی هم میشناسی که به این مسائل علاقه داره، همین الان براش این ویدیو رو بفرست تا اون هم از ذهنیت توهمی خورده فاصله بگیره و به واقعیت زندگی نزدیکتر بشه. چشم سوم اسمش روشه. چشم سوم یعنی چی؟ یعنی اینکه ما 2 تا چشم قبلش داریم، اون یه چشم سومیه. خب پس اگه ما میخوایم به اون سومی برسیم، راهش اینه که اول بتونیم از این 2 تا چشممون درست استفاده بکنیم. ما زمانی که هنوز زیاد به محیط اطراف خودمون آگاه نیستیم، مثلا ما پا میشیم یه مسافتی رو بریم، یهو میریم میبینیم رسیدیم به مقصدمون و اگه از ما یکی بپرسه توی راه چند تا ماشین نمیدونم قرمز رنگ دیدی، چند تا مغازه فرضاً نمیدونم موبایل فروشی دیدی، لباس فروشی دیدی، اصلا هیچی نمیدونیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه داریم از 2 تا چشممون درست استفاده نمی‌کنیم دیگه. خب پس ما چه انتظاری داریم؟ همین 2 تا چشمی که به ما دادن رو درست ازش استفاده نمی‌کنیم. حالا منتظریم چشم سوم با باز شه، به چه درد ما میخوره؟ همین 2 تا رو درست استفاده بکنیم، سومی پیشکش. یعنی در واقع راهش اصلا اینه که ما اگه از این 2 تا بتونیم به درستی استفاده بکنیم، سومی رو برای ما پیشکش میکنن و تقدیم ما میشه، اتوماتیک باز میشه. میدونید چی دارم میگم؟ پس باز شدن چشم سوم منوط به استفاده از 2 تای اولی و حضور در لحظه است. اما حالا بریم ببینیم حس ششم یا شهود چیه. تقریبا مفهوم مشترکی دارن. غربی‌ها بهش میگن حس ششم، شرقی‌ها بهش میگن چشم سوم. شهود چیه؟ شهود هم یک لحظه یک دریافت آنی یا در واقع پردازش سریع اطلاعات توسط مغز ماست که بهش میگیم شهود. چون دیگه میدونید دیگه، ما همه حوادث رو چند ثانیه و چند لحظه قبل از وقوع بهش آگاه میشیم. وقتی که خیلی تو لحظه حضور داشته باشیم، مغزمون سریع به ما میگه و ما فکر میکنیم که این شهوده. در واقع معنی علمی شهود میشه این. حالا شهود چجوری فعال میشه؟ خب بهش میگیم حس ششم دیگه. اینم مثل همون چشم سوم. ما همین الان حواس 5 گانه داریم، یعنی چشایی، بینایی، بویایی، لامسه و شنوایی. همین 5 تا حس رو ما وقتی بتونیم به درستی ازشون استفاده بکنیم، حس ششم هم برای ما فعال میشه. ما 3 تا از این 5 حس رو هم بتونیم به صورت همزمان استفاده بکنیم، حس ششم برای ما فعال میشه. فقط کافیه که بتونیم مثلا حس بینایی، شنوایی و حس لامسمون رو همزمان با هم یکی بکنیم. اون موقع حس ششم برای ما فعال میشه و ما میتونیم به قدرت شهودمون یا همون آنالیز سریع اطلاعات ذهنی توسط ناخودآگاهمون دسترسی پیدا بکنیم. پس میبینید همش در مورد استفاده درست از امکانات و ابزاریه که همین الان در اختیار ما هست. ما از همین 5 تا درست استفاده نمی‌کنیم. از این 2 تا چشممون درست استفاده نمی‌کنیم. بعد دنبال اینیم که همش چشم سوممون باز بشه. دنبال اینیم که حس ششممون فعال بشه، از شهودمون استفاده کنیم. خب سوال من اینه، به چه دردمون می‌خوره وقتی که ما اصلا این 5 تا حس هم درست نمی‌تونیم استفاده کنیم؟ مثلا به چه کار ما میاد حس ششم؟ وقتی که از این 2 تا چشم نمی‌تونیم درست استفاده کنیم، به چه درد ما می‌خوره چشم سوم فعال بشه؟ خب پس فهمیدیم که چشم سوم و حس ششم یک سری سوپر پاورهای درونی هستن که زمانی به ما اعطا میشن که بتونیم از حواس 5 گانه و 2 تا چشممون به درستی استفاده بکنیم و اینم نیاز به تمرین و تکرار برای حضور در لحظه حال داره که خودش یه مبحث جداگونه ایه. پس اگه دوست داری در مورد این مبحث هم صحبت بکنیم، توی کامنت ها برام بنویس تا توی ویدیوی دیگه به صورت مفصل برات بازش کنم. ممنون که با من همراه بودی و امیدوارم که از این ویدیو هم لذت برده باشی. خدا نگهدار.